بریم با هم بستن شاپرک رو ببینیم. خب این تار، این بند کار شاپرک رو میخوام تنه مانکن کنم. از روی سگک کار مشخصه که روی اصلی پارچه، روی اصلی تاپ کدوم هستش. الان از روی این سگک مشخصه که روی اصلی طرح پلنگی کار که این شکلی هست. نکنید این قسمت بالا روی سرشونه قرار میگیره و چون بالا روی سرشونه قرار میگیره اصلا خودتون تن کنید مشخصه که این کار نمیشینه روی بدن شما اینوری. میبینیم الان اشتباه انداختم ولی مشخصه که این کار مال این ور نیست. بنابراین از این ور میندازیم چون این باید بالای تاپ شما پشت کمر باشه، بقیهش باید پایین باشه. از تن میکنم. این قسمت باید جایی باشه که نزدیک به سرشونه شما باشه، نه خیلی اینجا باشه نه خیلی پایین باشه که فضا داشته باشه و اینکه اینجا ما یه برگ داشته باشیم، یه بال داشته باشیم. حالا چون اسم شاپرکه بگیم بال. خب اینو اینجا با دستم این لقی رو میخوابونم بین سینه و پشتیه رو میگیرم از توی این گره میکنم، از زیر میکشم بیرون و میبینید که کارهای درو این ورش، این پایین، این برگ پایینیه رنگ زیری است. این مدلی هم شما میتونین بپوشین، خودش یه مدله، اما خیلی راحت میتونین اینو برگردونین اینجوریش کنین. حالا میگین کار شل میشه و ممکنه باز بشه. خب شما اگه تحرکتون بالا باشه و حالا رقص بکنین، پذیرایی بکنین، هم راست بشین، بله این گره باز میشه. ولی وقتی معمولی بشینین اوکیه. اما شما با یه سنجاق که نوکش تیز باشه و ساتن شما رو زخم نکنه، نخکش نکنه، خیلی راحت میتونین از زیر سنجاق کنید و این خب میاد روی کار دیگه. اینجا رو سنجاق کنید و این میاد روش و دیده نمیشه. یا اینکه یه سنجاق سینه زیبا روی کار اینجا بزنید که این گره رو نگه داره و یه جلوه هم داشته باشه که برای تاپایی که طرح پارچه‌شون ساده هست خیلی پیشنهاد میشه. حتی روی این هم شما میتونید یه سنجاق سینه مثلا با نگین مشکی یا سنجاق سینه کامل مشکی روش کار کنید یا خود پلنگی که کمتر دیده. حالا همین کار رو شما میتونید از اون ور هم استفاده کنید، با اینکه حالا این سگک میگه که روی کار اینه ولی این وری هم خیلی راحت میتونین استفاده بکنین چون اصلا اتفاق زشتی نیست، یعنی اینقدر ریز و تمیزه، اصلا زیاد اذیت نمیکنه و تو چشم نیست. بنابراین شما تاپتون رو میتونید درو سفارش بدین که بتونین از دوتا رنگش استفاده کنید و با لباساتون استایل بزنید. این رو هم به همون شکل می‌بندید. همین شکلی خودش یه
و استایله، ولی شما میتونید مشکیش رو هم قرار بدین و سنجاق کنید. تابتون رو میتونین تک رنگ هم سفارش بدین، هر دو رو از یه پارچه و فقط هم از یه رو استفاده کنین که سگک به شما میگه کدومش رو هست و این شکلی دو رو هم میتونین استفاده کنین. برای شو شدنش هم که خیلی راحت میتونین از سنجاق به صورت مخفی یا گل سینه به صورت روی کار استفاده کنین. ممنونم.